سایه بالا سرم بله بزنم. اینجا ماما رفته. تو میخوای بریم منیژه‌شله ازدواج کنی؟ من به غیر از مادرت به هیچی فکر نمی کنم. بله. آخه دیدم بهش چشمک زدی. خفه شو بینم. برو بینم. برو. مرده زنده شد. مرده زنده شد. چرا زنده شد؟ 3 ماه بعد از اون روز توی صبح سرد زمستون یک سکته سنگین کرد و دوباره مرد. خدا ما همه بیا مرده با همین دستارمونه که من میگم بیا. با همین فرمون بیا بعد بپیچ. دیگه تمومه. با همینجا بپیچ. دیگه اینو بردازی تموم. مرده زنده شد. آخه بی همه چیز کو زن خودت هم بود با همین دست فرمان میرفتی. خود چرا نمیپیچی؟ چرا فقط میخوری به این؟ بابام دور از چشم همه شروع به بریدن اون تیر چوبی کرد که احتمالاً با دفعه 3 مرگ مادرم تابوت بهش نخورد. ولی دیگه مادرم نمرد تا اینکه چند سال بعد بابام زودتر از اون عمرشو داد به شما.